با مقصد پیشگیری و پرزور نمودن کارهای فهماندهی و نظارتی وابسته به بیماری نوی سرایتی کرونا ویروس، متخصصان مرکز تشکل طرز حیات سالم شهر اصفهان به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 مرکز شهر تشریف آورده با طالب علمان و آموزگاران صحبت و ملاقات دایر ساختند. در جریان بازدید طبیبان با تدبیرهای بهداشتی اندیشیده شده در مؤسسه از نزدیک شناس شده. از آموزگاران و خوانندگان دعوت به عمل آوردند که با حس مسئولیت شناسی توصیه‌های کارمندان ساحه تندرستی را جهت پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس کاملا رعایت نموده استفاده منتظم نقاب‌ها را فراموش نکنند. منبع طبیبان تحت سروری دیرکتور مرکز تشکل طرز حیات سالم شهر اصفهان حاکم جان سفرов در روند درس نمونوی از فن زبان انگلیسی برای خوانندگان صنف 11 هم که با موضوع پیشگیری از پهنشوی بیماری کرونا ویروس کووید 19 بخشیده شده بود شرکت نمودند. آموزگار فن زبان انگلیسی دلفروزه غایبova نخست به طالب علمان بابت تاریخ پیدایش بیماری سرایتی کووید 19 تدبیر اندیشی ها بابت پیشگیری بیماری همگیر کرونا ویروس و رعایت قاعده های بهداشت سلامتی معلومات داده. از جمله ذکر نمود که حالا تمام جهان با کووید 19 مبارزه میبرد و در جهان قریب کشوری نیست که در آن این نمود بیماری وجود نداشته باشد. برآمدهای خوانندگان آید به دانستن قاعده های عادی ترین تازگی و بهداشتی از جمله شستن دستان، پوشیدن نقاب، نگاه داشتن فاصله جمعیتی، با دست سلام نکردن و همدیگر را به آغوش نگرفتن و نمایش صحنه‌چه های تربیوی نیز خیلی جالب بودند. در روند درس برای هدفناک و پرتاثیر گذرانیدن آن آموزگار نوآور دلفروزه غایبova از اصولهای معاصر تعلیم استفاده نمود و مهارت خوانندگان در سخنرانی، قرائت شعر، خواندن متن و سوال و جواب نیز خیلی جالب بود. مقصد از گذراندن چنین ساعت‌های تربیوی در آن است که ما می‌خواهیم که هر یک شما همیشه سالم و سلامت باشید و توصیه می‌دهم که قاعده‌های گیگینی شخصی را رعایت کرده طرز حیات سالم را پیشه خود کنید. سروری تعلیمگاه زیباخان حیدر و با برابر اظهار قناعتمندی از فعالناکی خوانندگان آنها را به رعایت قاعده‌های بهداشتی، مسافه معین شده و دیگر توصیه‌های طبیبان دعوت نمود. من کریمova سریا خان ختم کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 می باشم. من مینداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می کنم که برای ما جوانان چنین شرایط ها را فراهم آوردند که من امسال به کالج طبی شهر اصفهان داخل شدم و حالا در آنجا تحصیل کرده ایستادم. بیماری کووید 19 یکی از بیماری های شدید سرایتی بوده. همه ما برای حفظ سلامتی خود و برای حفظ سلامتی جامعه کوششی بی‌اندازه نماییم.